بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اینک ما درس های خود را دوام میدهیم از کتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، شرح از آن شیخ علامه صالح بن عبد الله بن فوزان حفظه الله تعالى می باشد. امروز درس باب دویم موضوع درس: من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب. کسی که توحید را به جا بیارد به جنت داخل می شود بدون حساب، بی حساب به جنت داخل می شود. و قول الله تعالی، و تحت این باب ذکر میکنه الشیخ قولی الله حق سبحانه و تعالی را آنجا که در سوره نحل در آیت 120 میفرماید: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هر آن ابراهیم امتی بود، یعنی یک پیشوای بود، یک پیشوا امامی بود که او قانتا لله در طاعت و عبادت به خاطر الله دوام دهنده بود. حنیفا او مائل از تمامی دین های یا که عقیده های منحرف و روی آورنده به الله بود. ولم یکن من المشرکین، و از مشرکان نبود. و در قرآن خواندیم که لم تکو بود، اینجا هم لم یکو آمد. شارح میفرماید ولم یکن من المشرکین، از مشرکان نبود. و قال والذین هم بربهم لا یشرکون. از سوره المؤمنون آیت 59 نیز شیخ یک آیت را ذکر میکند: و آن کسانی که به پروردگارشان شریک قرار نمیدهند. شیخ علامه شارح چنین میفرماید: مناسبت الباب لکتاب التوحید. اکنون مناسبت همین باب به کتاب توحید، یعنی این باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب، این با کتاب توحید چی مناسبت دارد؟ یعنی در درون این یگان معنای توحید هست که در کتاب توحید همین باب را ذکر کرده است. إن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر بيان تحقيقه. هر این مصنف یعنی شیخ الاسلام الله رحمتش کند وقتی که ذکر کرد توحید را، درباره توحید ذکر کرد که توحید چیست و فضیلت آن ذکر کرد، مناسب دانست که در بیانی بجا آوردن توحید هم درباره بجا آوردن توحید نیز ذکر کند. یعنی اگر درس‌های گذشته در بیان توحید باشند و درباره فضیلت توحید باشند، مناسب دانست که ذکر کند در اینجا در بیان تحقیق توحید. معنای تحقیق چی بود است؟ بجا آوردن. برای ما گفت که کسی که توحید بجا بیاره
به جنت داخل می شود به یگون چه حسابو، در بعضی جاها نسخه ها در به یگون عذاب. برای چی؟ لأنه لا يحصل كمال فضله الا بكمال تحقیقه، زیرا اینکه کمال فضل توحید به جا آوردن نمی شود مگر به کمال تحقیق توحید. یعنی انا همون وقت فضل توحید در کس پره می شود وقتی که انسان پره به توحید چیکار کند؟ عمل کند. فهمیدی؟ چقدر که با توحید پره عمل کردی همین قدر فضل توحید هم چی شدن میگیره؟ پره شدن میگیره. کسی که با توحید کم عمل کنه دیگه فضل توحید هم در پیش او چی میشه؟ کم شدن میگیره. گفت حقق التوحید ای خلصه و صفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصی. اکنون به جا آوردن توحید چی معنا دارد؟ تحقیق کردن توحید یعنی خالص به جا آوردن توحید و صفاه و چیکار کردن؟ پاکیزه کردن توحید است از شوائب شرک. شوائب گفته آلوده رو میگن، از آلوده های چی؟ شرک. و البدع آلوده های بدعت توحید تازه کند. و المعاصی و از آلوده های معصیت. انا همون کسی که توحید را از هر آلوده شد میگم که آلوده شرک و بدعت و معصیت تازه کند، انا همون کس چی؟ توحید تحقیق کرده است، یعنی که به توحید چیکار کرده است؟ توحید بجا آورده است. دخل الجنة به جنت داخل می شود بغیر حساب ای لا محاسبه علیه، یگون حساب و کتاب کرده نمی شود او. به شرافتی همون توحید. بعد از آن قول الله را ذکر میکند که ان ابراهیم کان امت ای قدوه، پیشوا بود. امت هنا بمعنى قدوه، پیشوا. و امام بود ابراهیم. معلما للخیر، تعلیم دهنده خیر بود، یعنی که خیر درس میداد، تعلیم میداد. قانتا لله، القنوت دوام الطاعه. قنوت چیزا میگوتن در طاعت کسی رو میگو که دوام میدهد، یعنی که از طاعت جدا نمیشتگی، دوام دهنده طاعت. حنیفا، الحنیف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. حنیف کسی رو میگن که به الله روی می آورد و از تمام چیزی که غیر الله هست معرض، رو می گرداند. یعنی به الله روی می آورد و از تمام چیزی که غیر الله هست چیکار میکنه؟ روی می گرداند، روی می تابد. این حنیف می گفتن، مایل کننده. ولم یکو، اصلها لم یکن، در اصل نون داشت اما غیر است. حذفت النون لماذا؟ تخفیفا، نونش را حذف کرده شد برای سبکی. لم یکن من المشرکین، از مشرکان نبود. ای قد فارق المشرکین بالقلب واللسان والبدن وانکر ما كانوا علیه. واقعا ابراهیم از مشرکان فارق، جدا شد، هم به دل و هم به زبان و هم به بدن. و تمام کسانی که در شرک بودن یا که در تمام اون عقیده که مشرکان داشته بودن، انکره چکارشون میکرد؟ منکرشون میشه، یعنی انکارشون میکرد. و دیگر آیت والذین هم بربهم لا یشرکون، و کسانی که با پروردگارشون شریک قرار نمیدهند. والذین هم بربهم لا یشرکون ای لا یعبدون معه غیره، همراهش غیرش را عبادت نمی کنند. المعنى الاجمالی، معنای خلاصوی للآیت الاولى نسبت به آیت یکم، یعنی سوره النحل 120. ان الله سبحانه وتعالى يصف خليله ابراهيم عليه السلام باربع صفات. الله سبحانه وتعالى خلیل خود را، یعنی دوست نزدیک خود را، مراد از آن کی بود؟ ابراهیم علیه السلام را با 4 صفت
یصفو چیکار میکنن؟ وصف میکنن. در همین آیت ما برای ابراهیم 4 صفت میبینیم که الله تعالی با 4 صفت خلیل خود را وصف میکنن. الصفة الأولى أنه كان قدوة في الخير. صفت یکم از چی عبارت است؟ از آن عبارت است که ابراهیم پیشوا بود در کارهای خیر. برای چی؟ لتکمیله مقام الصبر والیقین. برای خاطری ابراهیم در مقام صبر یقین پره بودنش، یعنی صبر پره در ابراهیم بود و یقین ضد یقین چی میشد؟ شک پره بود. اللذین هما تنال الامامة فی الدین بهما بادوش نه؟ اللذین بهما تنال الامامة فی الدین، یعنی صبر و یقین اللذین چنان چیزی هستند که بهما به طفیل ان همین دو چیز در دین امامتی را به چی تنالو به دست آورده می شود. یعنی کسی خواهد که در دین امام باشد باید که برای او چی صبر در کار است و یقین در کار است. به طفیل این دو چیز امام پیشوا شدن در دین را تنالو به جا آورده و به دست آورده می شود. این یکم صفت. الصفة الثانية صفة دویم أنه كان خاشعا مطيعا مداوما على عبادة الله تعالى. ابراهیم علیه السلام خاکسار بود، اطاعت کننده بود، عبادت الله سبحانه و تعالی را دوام دهنده بود، یعنی در عبادت الله بر دوام بود. این دویم صفت بود. الصفة الثالثة أنه كان معرضا عن الشرك مقبلا على الله تعالى. سيوم صفة إبراهيم وي از شرک روگردانو و با الله روی آور بود. خلاص. الصفة الرابعة بعده عن الشرك ومفارقته للمشركين. از شرک دور بود و از مشرکا جدا بود. مناسبة الآية الأولى للباب. اکنون آیت یکم به همین باب چی مناسبت دارد؟ انه وصف خلیله بهذه الصفات. الله سبحانه و تعالی خلیل خود را یعنی دوست نزدیک خود را با این صفات ها چند تا بدن؟ 4 صفات وصف میکند. التي هي الغایة فی تحقیق التوحید. اینها چنان صفات هایی می باشند که همین ها هستند مقصد در تحقیق توحید، در چیکار کردن؟ به جا آوردن توحید به همین صفات ها می شود. همون وقت انسان یعنی که یک کس پرسد که توحید چه خیلی به جا آورده می شود که انسان به جنت داخل می شود است به حساب، میگوید که برای خاطر توحید به جا آوردن و به طفیل این تحقیق کس به جنت به حساب داخل شود 4 صفت در کار بوده است. فهمیدید؟ وقد امرنا بالاقتداء به، ما مأمور شده هستیم واقعا اقتدا به ابراهیم کردن را. یعنی الله ما را امر کرده است که ما باید که پیروی از ابراهیم بکنیم. در قول خودش میفرماد که قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه. الممتحنه، سورة الممتحنه 4. واقعا برای شما در ابراهیم الگوی خوب است، یعنی برای شما پیشوای خوب در ابراهیم است. شما باید که وی را برای خود پیشوا بگیرید، پیروی از او بکنید. والذین معه، کسانی که همراهش بودند. مناسبة الآية الثانية للباب. اکنون مناسبت آیت دویم به این باب. والذین هم بربهم لا يشركون. أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا.
نگاه کن. الله سبحانه و تعالی مؤمنها را وصف میکند. کدام مؤمنها را؟ السابقین الی الجنات، کسانی که به طرف جنت سبق و کوشش و تلاش میکنند، یا دیگر میگذرونند. الله تعالی چنین مؤمنها را وصف میکند بصفات، و صفاتهای اونا را تعریف میکند که اعظمها الثناء علیهم، از همه بزرگترین اون صفاتها الثناء علیهم، الله تعالی و یا را ثنا میکند، یعنی مدح و ستایش تعریفشون میکند که انهم بربهم لا یشرکون شیئا، و اینها از همه صفت بزرگی که دارند از آن عبارت است که به پروردگارشان یگان چیز شریک قرار نمیدهند. از نمود شرک یگان نمودش به پروردگارشان شریک قرار نمیدهند. یگان چیز لا خفیان ولا جلی، نه شرکی پوشیده باشد نه شرکی آشکارا باشد. ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية، و کسی چنین طور باشد، کسی نمیخیل باشد با پروردگارش شریک نبیارد، خواه شرکی چی باشد پوشیده باشد و خواه شرکی آشکارا باشد نمیخیل کند، انا همین کس بلغ میرسد. چرا میرسد؟ یعنی که به جا آوردن توحید را به درجه آخرش میرسد. نهایه گفته به درجه آخری به جا آوردن توحید میرسد. و دخل الجنة، انمین کس به جنت داخل میشود بلا حساب ولا عذاب، به یگون حساب و کتاب، به یگون عذاب. ما یستفاد من الآیتین، از این دو آیت اون چیزها، اون فایده هایی که گرفته میشود. یکم فایده فضیلت ابینا ابراهیم علیه الصلاة والسلام، از این دو آیت ما فضیلت پدر ما ابراهیم علیه الصلاة والسلام دعواشون به دعوت کفر مراجعه گرفتیم که و قدر ارزشش در بین پیغمبران خیلی هم بزرگ بودند. لما اشتدت الحاجة والضرورة الیه کان اکثر وجودا، از پیغمبرین ما شک نیست که بهترین اشتدت الحاجة والضرورة الیه کان اکثر وجودا، فإن لا إله إلا الله لما كان العالم إبراهيم إله كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. يعني موسى عليه السلام درخواست کرد کلمه خواست همه بیشترین گفت لا اله الا الله رو گفت. الله سبحانه و تعالی موسی چی گفت که این آخه بسیار آدم یعنی بسیار خلقها ذکر میگه نقل میکند درباره او حرف میزند. این حدیث ببینید که این موسی هنگامی که اذا مشتدت الحاجه وقتی که حاجت سخت شود فی هذه الصفات العظیمه، اقتدا به همین ابراهیم کرده میشه در این صفات های بزرگ، درباره قدوه اون چیزی که یعنی که حاجت سخت بود و ضرورت به اون بسیار باشد دیگر و او در وجود بسیار اطاعت کننده در طاعت و عبادت الله بر دوام بودن. برای مثال سیم صفت چی؟ هر چیزی که گردان و روی آورنده به الله احتیاج به او دارد، چی از شرک دور شدن و از مشرکا دور شدن، ضرورت و ابراهیم احتیاج به او دارد، همون چیز وجودش یعنی که در وجودم بسیار فایده بیان صفات التي يتم بها تمام جهان. این دو آیت بیان کرده اله الا الله هم که تمام صفات‌های رو که به توفیق این صفات‌ها به جا آوردن توحید پر میشه. یعنی کسی این صفات‌ها را بسیار بیارد توحید به جا آوردن چی ذکر این در وجود که الله را یکتا داند و ایسرها حصولا به هم دارن یعنی که به دست آوردنم آسان است. لا اله الا الله به دست بیان صفات در این کردن تلفظ کردنش خواندنش آسان است. همین صفات‌ها را بیان و روشنی انداخته است که یتیم بها به توفیل انمی صفات‌ها یتیم پر میشه. و فایده ان الله فوق السماوات، مراد از تحقیق فایده حدیث از آن عبارت است که الله درباره آسمان هاست لقوله و عامرهن فایده وجوب الابتعاد عن الشرك والمشركين والبراءة من المشركين، واجب است دور شدن کسانی که در بالای او هستند غیر از من از شرک و از مشرکان کرده شده است. فهمیدید؟ و استثناء چی کرده شده؟ بیزار دانستن یعنی که در اون پله یعنی از مشرکان طرف الله
باشد اگر چی میگه؟ همین برای من گفته شده است که اگر الله تعالی از اون پله برطرف باشد مؤمنین ها الله سبحانه و تعالی وصف الله سبحانه و تعالی تعریف سماوات ستایش میکند انه لا بد في الذكر بهذه الكلمه من التلفظ بها كلها اگر ما خواهیم که